تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. شیرین است که انسان ببینه خالقش چی میگه. قبل از هر چیزی و شیرین‌تر از هر چیزی کلام خالقه. قدم به قدم، آیه به آیه تفسیر روان فشرده و تفسیر قطعی داریم. آیاتی رو تفسیر کردیم و اکنون به سراغ این آیه برویم. با هم بشنویم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. در دل منافقین بیماری است، خداوند اونها افزایش میده، برای ایشان عذاب دردناکی است. بیماری در قرآن گاهی مربوط به جسمه که مثلا میگه من کان مریضن او علی سفرن، اگر مریض بودی یا مسافر بودی روزه ده بخور. اون که من کان مریضن ماله. ولی گاهی بیماری روحی هم میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، خدا مرض زیاد میکنه. ببینید یه گربه مرده وقتی افتاد توی استخر، هر چی میگذره و آب به استخر میره بیشتر هی بدبو میشه. یعنی یه گاهی یه قاشق ماست یه دیگ شیر و ماست میکنه. گاهی وقتا یه چیز جزئی، یه جرقه تبدیل به یه جریان میشه. آتش سوزی جنگل ها میگه چیه؟ یه بی احتیاطی از یه مسافر یا اهل محل شده، این بی احتیاطی یا جنگل آتش میزنه. کسب سیئة، یه خلاف کرده، احاطت بهی خطیئته. یعنی گاهی یک جرقه جریان میشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خب معلوم میشه که اصل انسان دل انسانه. گفته فی قلوبهم مرض، نگفته که فزاد مرض قلبهم، میگه فزاد هم یعنی مردم، یعنی اصل انسان روح انسانه. تو جسم که ما در جسم آسمون ها از ما محکم ترن. انتم اشد خلقا ام السما. در پرواز خب پرنده ها بهتر خلبانا میپرن. در خوردن که گاو بیشتر ما میخوره، سرخ کردن و پوست کندن و ظرفشویی و مسمومیت غذایش هم کمتره. در لباس که لباس حیونا از ما گرونتر و دائمیتر و دگمه و پرم و اتو و وصله و شستن هم نمیخواد. اصلا زندگی ما با معنویت ما با معنویت زنده هستیم. فی قلوبهم مرض، اگر روح مریض شد وقت این فزادهم الله مرضا، وگرنه میگه فزاده الله مرضا. خب نفاق رشد پیدا میکنه. گاهی هست مثلا میگن که بدخیم یعنی گاهی وقتا بعضی از این افرادی که سرطان میگیرن مثلا میگن بدخیمه، یعنی گسترش پیدا کرده، کم بوده زیاد شده. روایت داریم اولین گناه یه نقطه سیاه در روح میذاره، بعد اگر اینو توبه نکنی هی نقطه سیاه همه دل رو سیاه میکنه. ولذا خوش به حال کسی که تا گناه کرد زود عذرخواهی کنه. قرآن میگه تو من قریب، توبه رو کنار کلمه توبه قریب گذاشته، یعنی زود توبه کن، چون اگر بمونه این بدخیم میشه. خب فی قلوبهم مرض، آیه 10 این بود، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این هم یه درسیه که ما باید مواظب باشیم. مثلا حالا یه فوشی به کسی داده، یه عروس و دوماد، یه زن و شوهری مثلا حالا یه چیز شده، اینو جمعش کنن، برای که اگر این به پدرش میگه، اونم به مادرش میگه، او به عموش میگه، اون به دایش میگه، هی فزادهم الله، این فتنه هی گسترش پیدا میکنه. یعنی نگذاریم گسترش پیدا بکنه. یه عیبی بود اینو کتمان کنید، صداش بگو آقا یه همچی گناهی کردی زود تمومش کن. ای به او بگه اون فتوکپیشو اون سندسازی و نکنیم این کارو. خلافو زود کتمان کنیم، زود جمعش کنیم. آیه 10 هم بسه. این بس تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.